آیا سلام کردن با دختر امکی جایز است یا نه؟ قال رسول الله صلی الله علیه و سلم لأن یطعن فی رأس احدکم بمخیط من حدید خیر من ان یمس امرأة لا تحل له. پیغمبر خدا چی میگوید؟ میگوید که آن زنهایی که نکاح آنها به شما درست است، یعنی آنها نکارس هستند، با آنها سلام کردن رسول اکرم به چی تشبیه دادن؟ به این تشبیه دادن که اگر در سر یکی از شما ای برادرها یک میخ آهنین بگیرن و میخ آهنین در سر شما فرو برن، این برای شما بهتر است از آنی که دست یک نامحرم گرفته سلام میکنید. دختر عمکی هست، همسینفت است، همسایت است، تو حق نداری که دست به سوی دراز کنی سلام کنی با او. اگرچه امروز دخترای ما و شما بی حیا شدن، ما باید احتیاط کنیم. اونا احتیاط نمیکنن، اونا از خدا نمیترسن، ما و شما خود احتیاط کنیم. دستش دراز کرد، دست ما دراز نمیکنم، دست ما دراز نمیکنم، سلام علیک، سلام علیک بس. این رسول اکرم توصیهش است. وقتی ما و شما سلام کی کردیم، انسان زنده است، دستی تو به دست یک دختر نامحرم وقتی که میرسد، بخواهی نخواهی این فرزندهای زنا هستند در دل تو. البته اون شهوتی و ذوقی و دستی ملایمی او در دل تو پیدا می شود. از این خاطر هیچگاه برای شما رخصت نیست که سلام کنید. انشاءالله جای یک برادر بسیار سوال طولانی کرده است در باب همین دخترایی که امروز بی حیا هستند، بی سطر هستند، مردم تاجیک هستند که اینها را میگد لباس تاجیکی خودشان میزیبد، امروز به لباسهای اروپایی عوض کردن. درباره اینها صحبت میکردی. انشاءالله ما یک صحبت مفصل داریم. خدا خواسته باشد، تن صحت باشد، شرایط آماده باشد، هیچ یک اغوا و یگان فتنه دیگر نخیزد، انشاءالله اینها را به سمع شما میرسونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در جنازه چند فرض است؟ در جنازه 2 فرض است. شما همینه بدانین. یکی 4 تکبیر گفتن، دوم راست نماز جنازه را خواندن. اگر شخص معذور باشد جنازه را نشسته هم خواندن درست است. اگر حتی امام معذور باشد، پاهاش مثال خوب نیست لیکن عالم است، از او دیده دیگر آدم عالم تر نیست، اگر عالم هم که پیش بدراید نشسته، جنازه را جایز است نشسته نماز خواندن. خب این یک فرضش. دوم فرضش 4 تکبیر گفتن. اون نیت هایی که شما میکنید، نیت کردم 4 تکبیر صلات جنازه، یا اینکه در بینش دعاهایی که دارین، مثال اللهم صل علی محمد داریم، باز اللهم اغفر لحینا و میتینا داریم، ایناش امر مستحب هستند. اگر بخوانیم شون ثواب میگیریم، اگر نخوانیم شون در نزد خدا گناهکار نمیشیم. همون 4 تکبیر را بگیم، نماز از گردن ما و شما ساقط میشود. خب لیکن در وقت نماز جنازه را خواندن شما به جانب آسمان نگاه نکنید. این کدام شخص این یک بدعت در بین ما و شما زنده کرده است؟ وقتی الله اکبر میگیم با آسمان نگاه میکنیم، این چی معنا دارد؟ خود نگاه کردن به سوی آسمان حرام است. به سوی آسمان نگاه کردن ما و شما هیچ معنی ندارد. چی است در آسمان؟ در قیامت هر کس را با کسی که همراه میکنند که او را در دنیا دوست می‌دارد. آیا این درست است؟ البته کسی که در دنیا کسی را دوست می‌دارد، در قیامت در پهلوی همان کس ایستادگی هست. شما در دنیا اگر عالم دوست بدارین، رسول اکرم دوست بدارین، قرآن دوست بدارین، شما فردا در پهلوی همونها هستید. اگر شما در دنیا آدمی که دین ندارد، ایمان ندارد، شما اونها را دوست بدارین، فردا همراه اونها هستید. از این خاطر انسانی را دوست بدارین که این دنیا موقت است میگذرد، او فردا ابدی هست. در پهلوی شخصی بیستین که یک کمی شفاعتی هم و منفعتی هم بر تو برسد. این البته حقیقت دارد. سیم سوال کردن با پاپوشی نماز جنازه خواندن جایز است؟
ما و شما امروز با پاپوشیایی که در پا داریم نماز جنازه میخونیم. صاحب فتوای شامی میگوید که برای با پاپوشی نماز خواندن دو شرط ضرور است. یک زمین پاک باشد، دوم پاپوشی پاک باشد. در این صورت میتونیم پاپوشی را از پا بیرون نکنیم با پاپوشی نماز بخونیم. در صورتی که تای پامون تازه است، پاپوشیمون هم تازه است، اینجا ما میتونیم با پاپوشی نماز بخونیم. خب صاحب درالمختار چی میگه؟ میگه برای که در بالای پاپوشی ساده و نماز جنازه خواندن، اینجا در صورتش این است که اگر پاپوشی آدم بی نماز باشد، در این صورت ما پاپوشی را بدر میکنیم، در بالای پاپوشی میسیم. اگر پاپوشی ما و شما یا زمین بی نماز باشد، در این صورت ما بالای چی ده؟ بالای همون پاپوشی ده میسیم و نماز جنازه را میخونیم. و الا زمین تازه باشد، پاپوشی تازه باشد، دیگر حاجت به بدر کردن نیست. جابر السلام علیکم دوستان عزیز. اگر یک شخص بی نماز است، اگر حیوان را ذبح کند جایز است؟ زیرا که در محله ما یعنی در میکرورایون یک آدم داریم نماز نمیخواند لیکن حیوان ذبح کرده میتواند. اگر ما و شما وقتی که یگان حیوانی که در خانه میکشیم ذبح میکنیم به نیت خیر احسان، کوشش کنیم که آدمی بی نماز نباشد. اگر آدمی بی نماز باشد، اون مال کشتر حلال نیست برای ما و شما خوردن. زیرا پیغمبر خدا را من از نام جابر به شما روایت میکنم که حضرت جابر گفتند سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول لیس الرجل بین الشرک والکفر ترک الصلاة. پیغمبر خدا گفته است که بین مرد و بین شرک، بین مشرک و بین کافر فقط فرق در نماز است. اگر او انسانی که نماز نمیخواند میگه من الحمدلله مسلمانم، ما او باور نداریم. زیرا رسول اکرم چی میگه؟ العهد الذی بیننا و بینکم الصلاة. عهدی که ما بین شما ای امت اسلام و بین مشرکا کردگیم، عهدی که ما بستگی هستم این در نماز است. اگر نماز بخوانند از امت من هستند، اگر نماز نخوانند اونا در عهد من چی کردند؟ وفا نکردند. از این خاطر آدمی بی نماز از ذبحش جایز نیست. شما کاری کنین در محلت نیست، کاری مشکل نیست. یک حیوان تو تا 500-600 سامانی را میخری، 2 سامانی دیگر یک محله دیگر بره، یک آدمی مسلمان ها بگی ببر در همونجا مالی را ذبح کند، هیچی مشکلاتی نداره. دوره حضرت موسی بود میگد بین آدم بی نماز تماشا کنید. دوره حضرت موسی بود یک زن میگه پیش موسی آمد گفت موسی اینی اذنبت ذنبا، موسی تو پیغمبر خدا هستی، من یک گناه بی نهایت وزنی کردم. گفت چی گناه کردی؟ ایرا شمس الدین ذهبی در کتاب کبایرش این قصه را در باب بی نمازا میارد. میگه چی گناه کردی؟ این زن چی میگه؟ اینی زنیت و ولدت من الزنا ثم قتلته. میگه موسی من زنا کردم، بعد زنا یک فرزندی از من تولد شد و از مردم که ترسیدم و شرم کردم این فرزندی تولد کردم قتل کردم، برده دفن کردم و امروز پشیمان شدم، توبه به سوی خدا کردم. حضرت موسی دعای تر خدا میشنود، دعا کن که خدا مغفرت گناه مرا کند. حضرت موسی با شنیدن این گناه چی گفت؟ اخرجی یا ایتها الفاجره، ای زن زناکار، ای زن بدبخت، از پیش من دور شو. حتی لا تنزل من السماء نارا فتحرقنا بشومکی، تا که از کثافتی تو، از بدبختی تو بالای سر ما آتش از آسمان نریزد و ما هم در عذاب تو گرفتار شیم. میگه این زن بیرون شد، در حال جبرائیل پایان شد و میگه سلام بر موسی کرد، گفت لما رددت تائبه، ای موسی
این زن توبه کرده بود. این زن از صدق توبه کرده بود، پیش تو آمد. چرا تو را از درگاه خود راندی؟ چرا که از خدای خود طلب نکردی که این زن خدا مغفرت کند؟ این در اصل توبه صدق کرده بود. اما وجدت شر منها. موسی گفت تو بر یک زینای همی زن و بر این عملی که این زن دست زد تو غضبناک شدی؟ آیا تو میدانی که از این زنی که زنا کرد و از زنا تولد کرد و فرزند خود به دست خود کشت، میدانی از این دبا بدتر مخلوق است؟ حضرت موسی گفت من هو شر منها. موسی گفت او کی هست از این بدبخت با بدبختتر؟ حضرت جبرائیل میگه گفت تارک الصلات، آدمی بینماز. آدمی بینماز گفت از این زن بدتر است. از این زنی که زنا کرد، تولد کرد، به دست خود کشت، از این دیده این بینماز بدتر است. مادام این قدر خاصیت ها داشته باشد، پس مالی خودمان چرا حرام کنیم؟ السلام علیکم داملای محترم. بعد از سلام چنین سوال. در تاریخ طبری نوشته شده است که حضرت ابوبکر را زنش غسل داده است. آیا صحیح است یا نه؟ شستن زن مرد را درست است؟ غسل بعد موت جایز است؟ البته حضرت ابوبکر را زنشان غسل دادن. وقتی که زنشان غسل دادن، حضرت عایشه صدیقه زنده بود، زن پیغمبر خدا، دختر ابوبکر. گفت اگر من میدانستم که زن مرد شستنش جایز است، هر آینه نمیگذاشتم که رسول اکرم کسی دیگر بشود، خود میشستم. از این خاطر زن جایز است که مرد بشود. السلام علیکم داملای عزیز. خوب میشد که امین سوال بفهمیم. بعضی آدمان پنجهشون رو قطع میکنن، چرق میکنن. بعضی آدم میگوید که اگر هر دو پنجه رو کنی یک گوسفند خیر میکنی. بعضیش میگویند که عمرت کم میشود. خوب میشون میفهموندی. عمر کم به هیچی وابسته نیست. عمر زیاد کم میکردگی این در نزد خداست. ما 2 جمعه پیوسته درباره همین گپ زدیم. اگر از همین دم که شما عمر که باز وابسته به همین باز همین دست به همین اعضا و به همون همسایه و به دیگرها که حواله کنین، اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون. خدا میگه که وقتی اجل شما آمد، هیچ کس دیگر اجل شما را 1 ساعت پیش و 1 ساعت قفا کرده نمیتونه. هیچ چیز. و این دستی که ما و شما مثال آوازی او را صدای را میبراریم، ایرا صاحب فقه کیدانی میگه اگر در نماز کسی کند در نماز کراهیت دارد، یعنی بازی کردن بر دست میشود. لیکن در از زبان طبیبا هم شنیدیم که همین آوازش صداش برآوردن هم این هم در همین پنجه خلل دارد، زلال دارد. لیکن یک گوسفند در گردنت واجب شود یا عمرت را کم کند، اینا هیچ اصل ندارد.